نام ما چندراجا است. از هندوستان هستم. به عنوان مدیر مالی یک شرکت کار میکنم. میخوایم دو سوال را از شما بپرسم. شماره یک، گفتین که اسلام یک راه زندگی می باشد. همچنان قرآن نیز گفته است. درست است؟ منظور شما از شیوه زندگی چیست؟ توضیح شما در این مورد چیست؟ آیا از شما چیز شنیده میتونم؟ برادر سوال کردن که در جواب قبلی گفتم اسلام یک دین و یک شیوه زندگی است. ایشان سوال کردن منظور ما از شیوه زندگی چی است؟ شیوه زندگی یعنی یک زندگی را چه قسم ریاست کنیم؟ چی برای شما خوب است، چی برای شما بد است، چی برای شما مضر است، چی باید بخورن، چی نخورن. بعضی چیزا حتمی وجود داره، بعضی چیزا در زندگی جبری هستن، بعضی چیزا من هستن و بعضی چیزا مباح و یا دلخواه هستن. پس قرآن یک هدایت و لست راهنمایی بر انسان است. ای که یک زندگی چه قسم ریاست شود مثل ای است که وقت یک ماشین میخرین با او لست راهنمایی دریافت میکنن، چی خوب است، چی بد است، چطور به کار بگیرن، چی شیوه زندگی یعنی زندگی خودش چه قسم ریاست کنن و کارهای خوب کدام ها هستن. دزدی نکنن، تقلب نکنن، راستکار باشن، الله متعال عبادت کنن، به فقرا صدقه بدن. تمام این راهنمایی ها مثل ای است که برای یک امتحان احضار میشن و میخواین که در امتحان ساینس کامیاب شون. چی میکنن؟ کتاب مربوط او رو میخوانن، حفظ میکنن و در امتحان شرکت میکنن. الله در قرآن سوره ملک چپتر 67 آیه شماره 2 میگه الذی خلق الموت والحیات، آن که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یکی از شما از روی عمل بهتر هستن. پس این کتاب لست راهنمایی است، میخوانید و مطابق خواسته های یک خالق ریاست میکنن. اگه از راهنمایی که به صورت درست پیروی شد به بهشت خواهین رفت. اگه عمل نکنن، اگه قانون شکنی کنن، باز به بهشت نمیرن بلکه به جهنم میرن. پس این یک شیوه زندگی میباشد. در قرآن و در حدیث صحیح تذکر داده شده که دستورات پیامبر ما حضرت محمد هست. امیدوار هستم جوابتون فهمیده باشین. به خاطر قطع کردن گپ شما بخشش میخوایم. سوال اینجاست، شما گفتین که یک شیوه زندگی میباشد. پیروی کردن از این شیوه زندگی قسمی که گفتین در قرآن نیز آمده است. مشکلات زیاد را به بار می آورد که ما با آنها هر روز درگیر هستیم. آیا توضیح داده می توانید؟ برادر گفتن با پیروی کردن از این شیوه زندگی مشکلات زیاده به بار می آید. به اساس تحصیلات خود میگم، من یک دکتر هستم. برای کامیاب شدن در دوره لیسانس از رشته فارمسی میفهمن گرفتن مدرک دوره لیسانس بسیار آسان است و با پایان رساندن لیسانس فقط فارغ میشن. اما از MBCS وقت فارغ شون از رشته فارمسی، رشته جراحی فارغ التحصیل شون زیادتر مشکل است، چون 19 ساعت در روز باید بخونن، کم بخوابن. اما کامیاب که شدن صفت بهتر کسب میکنه. دکتر پیشوند نام شما دکتر میشه، پس امتحان مهمتر از درجه است. قرآن به شما شیوه زندگی رو نشان میده. اگر در این امتحان کامیاب شون به بهشت میرن، به جنت میرن. مشکلات همیشه وجود داره. وقت بالای چوکی امتحان میشینن سوالات مشکل خواهد بود و به معنای این است که از امتحان فرار کنن. پس مشکلات وجود داره. همین مشکلات شما را به الله سبحانه و تعالی نزدیک میسازه. الله از شما امتحان میگیره. اگر مشکلات وجود نداشته باشه باز امتحان چطور گرفته شود؟ اگر مشکلات وجود نداشته باشه زندگی چی فایده داره و امتحان چی فایده داره؟ قسمی که قبلا تذکر دادم، الله متعال مرگ و زندگی را خلق نموده تا بیازماید که کدام یکی از شما در عمل بهتر هستن. پس مشکلات اگر نباشه باز امتحان از کجا شود؟ الله میخواد از شما امتحان بگیره که از او پیروی میکنن یا خیر. پس این زندگی امتحانی است برای بعد از اینجا. تا زمانی که مشکلات نباشه از شما چه قسم امتحان گرفته شود؟ گفتن نمیتونین که من در امتحان شرکت نمیکنم. امیدوار هستم جوابتان گرفته باشین. آقا میپذیرم، اما یک سوال دیگه هم دارم. بفرمایید برادر. سوال شما چی است؟ درباره مقایسه هندویزم با اسلام است. در هندویزم یا دیزالسا گفته است که فقط یک خدا وجود دارد. همین سخن در قرآن نیز وجود دارد. حالا پذیرفتن اسلام خوب است یا پذیرفتن هندویزم؟ ماشاءالله، یک سوال بسیار خوب. برادر گفتن که او هندو است. ایشان میفهمن که کتاب‌های مقدس هندو گفته که یک خدا وجود داره. حتی اسلام هم میگه که یک خدا وجود داره. پیروی کردن از کدام خوب است، هندویسم یا اسلام؟ جواب در سوره آل عمران چپتر 3 آیه شماره 64 داده شده.
تعالوا الى كلمة سواء بين بينكم. بیاین با زبان مشترک سخن بگویم. پس چیزای مشترک قبول کنن. اول به غیر از الله کسی دیگر را نپرستیم. حال جواب به شما ارائه میکنم که هم هندوها و هم مسلمانا بپذیرن. اولین کاری که میکنن چیزی که مشترک است از او پیروی کنن. هر چیزی که متفاوت است بعداً گپ میزنه. پس از چیزی که در قرآن و کتاب هندویسم مشترک باشه پیروی کنن. نه هندوها و نه مسلمانا احساس رنجش نمیکنن. مشکل اینجاست که نه هندوها و نه مسلمانا میفهمن، به صورت واضح نمیدانند که چی در میانشان مشترک است. اولین چیز و مهمترین نکته کسی را نمیپرستیم بجز الله که ای را شما میفهمین. شما قبول دارن که یک خدا وجود داره؟ الحمدلله. بیاین که درباره نکته دوم گپ بزنیم. نکته دوم که مشترک است ای است که حضرت محمد صلی الله فرستاده خداوند می باشد. مسلمان‌ها قبول دارن که حضرت محمد پیامبر و فرستاده خدا است. اگر کتاب‌های هندویسم بخوانن صدها منبع وجود داره که به شما گفته میتونم فقط از کتاب‌های مقدس هندویسم که درباره حضرت محمد گپ زدن. ساعت‌ها میتونم گپ بزنم اما وقت یاری نمیکنه. اما کتاب‌های هندویسم اگر بخوانن در بوشنا پرانا، پرو 3، کندو 3، ادیه 3، شلوکای 5 الی 8 درباره آمدن حضرت محمد گپ میزنن. در بوشنا پرانا، پرو 3، کندو 3، ادیه 3، شلوکای 10 الی 27 درباره حضرت محمد گپ میزنن. در بوشنا پرانا، پرو 3، کندو 3، ادیه 3، شلوکای 21 الی 23 درباره حضرت محمد گپ میزنن. اگر اترویدا را بخوانند در اترویدا کتاب شماره 20 هیم شماره 127 از آیه 1 الی 14 کنتسپتاس نامیده شده. اتروید شماره 20 هم شماره 127 از آیه 1 الی 14 درباره حضرت محمد گپ میزنه. در اترویدا کتاب شماره 20 هیم شماره 21 در آیه شماره 6 تذکر داده شده است و درباره حضرت محمد گپ زده. اترویدا کتاب شماره 20 هیم شماره 7 آیه شماره 7 درباره حضرت محمد گپ میزنه. حتی در ریگوید در کتاب‌های هندویسم منابع زیاد است که درباره حضرت محمد گپ زدن. او به نام احمد یاد شده، یعنی کسی که عبادت میکنه. احمد نام دیگر حضرت محمد هست. از او به نام احمد در ساموید اوترچیک منترای شماره 1500 یادآوری شده. از او به نام احمد در ساموید اندرا چپتر شماره 2 آیه شماره 152 یاد شده. همچنان از او در یجوروید چپتر شماره 31 آیه شماره 8 یادآوری شده. در ریگوید کتاب شماره 8 هیم شماره 6 آیه شماره 10 درباره پیامبر تذکر داده شده. از او در اترویدا کتاب شماره 8 هیم شماره 5 آیه شماره 16 یادآوری شده. از او در اترویدا کتاب شماره 20 هیم شماره 126 آیه 14 یادآوری شده. از او به نام ناناشانسا نیز یادآوری کردند. در سانسکریت به معنای نر یعنی مرد، شانسا یعنی برگزیده شده و نارا شانسا به معنای مرد برگزیده هست. اگر در عربی مد نظر بگیرین حضرت محمد، پس حضرت محمد به نام نارا شانسا بارها در کتاب هندویسم یادآوری شده. در ریگوید کتاب شماره 1 هیم 13 آیه شماره 3، ریگوید کتاب شماره 1 هیم 18 آیه شماره 9، ریگوید کتاب شماره 1 هیم 106 آیه شماره 4، ریگوید کتاب شماره 1 هیم شماره 142 آیه 3، ریگوید کتاب شماره 2 هیم 3 آیه شماره 2 نیز تذکر داده. ریگوید کتاب شماره 5 هیم 5 آیه شماره 2، ریگوید کتاب شماره 7 هیم 2 آیه شماره 2، ریگوید کتاب شماره 10 هیم 64 آیه شماره 3، ریگوید کتاب شماره 10 هیم 182 آیه شماره 2. در یجوروید چپتر شماره 21 آیه شماره 55 نام او آمده. یجوروید چپتر شماره 20 آیه 37، یجوروید چپتر شماره 20 آیه 57، یجوروید چپتر 28 آیه 2، یجوروید چپتر 28 آیه 19، یجوروید چپتر 28 آیه شماره 42 همین قسم به حضرت محمد اشاره دارن. پس اگر شما یک هندوی خوب هستین باید به حضرت محمد صلی الله ایمان بیاورین. فقط یک منبع دیگر از کلکی پرانا درباره حضرت محمد صلی الله بیان میکنم. از ایشان در کلکی پرانا چپتر شماره 2 آیه شماره 11، 7، 5، 4 و 15 یادآوری شده. میگوید که کلکی پرانا آخرین و خاتم انتم ریشی، آخرین و خاتم پیامبران می باشد. نام پدر او ویشنو یاس خواهد بود. ویشنو به معنای الله، یاس به معنای بنده، یعنی بنده الله و در عربی عبدالله میشه. شما میفهمین که نام پدر حضرت محمد صلی الله عبدالله بود. تذکر داده شده که نام مادر او سومتی خواهد بود. سومتی در سانسکریت به معنای آرامش و صفا می باشد. در عربی آمن است که نام مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. میگه او
در شهر آرامش به دنیا خواهد آمد. منظور از مکه است. او در خانواده بزرگ آن شهر به دنیا خواهد آمد. ما میفهمیم که حضرت محمد صلی الله علیه و در خانواده قریش به دنیا آمده. او یک آنتمریشی جهانی خواهد بود. او جهانی خواهد بود. قسمی که قرآن در سوره انبیا چپتر شماره 21 آیه شماره 107 میگه وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. و تو را جز مرحمت برای جهانیان نفرستادیم، برای تمام جهان، برای تمام مخلوقات. پیشگویی میکند که در کوه وحی بر او نازل میگردد. ما میدانیم که او در جبل نور یا غار حرا وحی دریافت نمود. میگه ایشان مهاجرت میکنه و بر نمیگردند. محمد صلی الله علیه و سلم به سوی مدینه مهاجرت کرد و دوباره برگشت. باز میگه او 4 یاور خواهد داشت. منظورش از خلفای راشدین است: حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، خداوند همگی آنها را مغفرت کند. پس تمام این پیشگویی ها در تمام کتاب‌های هندویسم صورت گرفته و این پیشگویی ها به هیچ کس دلالت نمیکنه به غیر از حضرت محمد. اگر یک هندوی خوب هستند، در کنار ایمان داشتن به الله یکتا باید به حضرت محمد نیز ایمان داشته باشند. در کتاب‌های هر دو دین تذکر داده شده که شراب ننوشن براتان ضرر داره. قرآن در سوره مائده چپتر 5 آیه شماره 90 میگه که شراب ننوشن. در منوسمرتی چپتر شماره 9 آیه 235 تذکر داده شده. منوسمرتی چپتر شماره 9 آیه 238. منوسمرتی چپتر شماره 11 آیه شماره 55. منوسمرتی چپتر شماره 11 آیه شماره 94. شراب ننوشن، یعنی هندوها یا مسلمان اگر هستن شراب ننوشن. هر دو میگن که قمار نکنن. قرآن در سوره مائده چپتر شماره 5 آیه شماره 90 میگه و منوسمرتی در چپتر شماره 9 آیه 221 228 میگه که قمار نکنن. اگر ریگویدا را بخوانند در کتاب شماره 10 همه 34 آیه شماره 3 الی 13 میگه که قمار نکنن. پس یک هندوی خوب اگر هستن حداقل چیزی که مشترک است از او پیروی کنن. و اساسی ترین چیزها در دو عقیده این است که یک خداوند وجود داره، هیچ تصویری نداره، هیچ مجسمه‌ای نداره و حضرت محمد پیامبر و آخرین فرستاده این خدا یا الله می باشد. اصلا از هر دو پیروی کنن. بعد از آن قسمی که کتاب‌های شما گفته که از آخرین پیامبر پیروی کنن، یعنی از احادیث حضرت محمد پیروی کنن و از آخرین وحی که بر او داده شده. برادر، آیا شما باور دارین که الله یکی است؟ بله آقا. آیا باور دارین که حضرت محمد فرستاده و پیامبر خداست؟ بله باور دارم. 100%. بله 100%. ماشاءالله برادر، این دو چیز برای شما کافی است. این دو چیز برای شما کافی است که وارد اسلام شوین. برای پذیرفتن اسلام بس است. بعد از آن باید پیام ها و راهنمایی های این پیامبر را باید بخوانند و چیزی که بر او نازل شده که شامل قرآن و احادیث صحیح می باشد. آقا یک شک دیگه هم دارم. آیا ما مطرح میتونم؟ برادر، آیا شما قبول دارین که یک خدا وجود داره و حضرت محمد فرستاده خدا است؟ بله آقا. این دو چیز بس است تا وارد مکتب اسلام شوین. یقینا. شک همیشه وجود داره. پس درست است. تشکر. نخیر برادر، از شما سوال میکنم آیا با این دو چیز باور بله. دارین؟ پیش از اینکه قبول کنن آیا شکی است که درباره اون سوال کنن؟ بله میخوایم فقط یک سوال دیگر رو مطرح کنم. درست است، یک سوال دیگه خدا بکنن. در اسلام گفته شده که بت پرستی وجود ندارد، درست است؟ اما در هندوستان میبینیم که اکثریت مسلمان ها مثل هندوها یگان چیزها را عبادت میکنند. نظر شما در این مورد چیست؟ مثل هندوها عبادت میکنند. جواب شما چی می باشد؟ برادر، شما گفتین هندو هستین؟ بله. و میفهمین که کتابای شما گفته بت پرستی درست نیست؟ بله. بله، اما هنوز هم میبینم که در هندوستان میلیون ها هندو بت پرستی میکنن. بله. یعنی اونا از کتاب خود پیروی نمیکنن. همین قسم و قبول دارم که در هندوستان مسلمانای زیاد از قرآن و از احادیث پیروی نمیکنن. همین سوال ما است که همین جواب ما است. همین جواب ما است. مثل که هندوها که از کتابایشان پیروی نمیکنن، مسلمانای زیاد نیز وجود داره که از قرآن پیروی نمیکنن. هر مسلمانی که قانون قرآن را بشکنه یا بر راهنمایی‌های حضرت محمد به صورت کامل عمل نکنه، یک مسلمان با عمل نیست. تشکر برای جواب دادنتان. برادر، میخوایم با شما بگم اگه میخواین یک هندوی با عمل باشین. نه خیر. بله؟ نه خیر. با عمل یعنی شما باور دارین که خداوند هیچ مجسمه نداره؟
بله باور دارم که هیچ بت پرستی درست نیست. آیا باور دارین که حضرت محمد فرستاده بله. خدا است؟ آیا میخواین اسلام بیارن؟ بله حتما. برادر، آیا کسی شما را مجبور ساخته که مسلمان شوین؟ آیا کسی شما را برای پذیرفتن اسلام نه مجبور خیر، کرده؟ آقا ما به خواست خود ماشاءالله، آمدم. پس به اراده خود میپذیرین. 100%. ماشاءالله. انشالله ما به عربی میگم و انشالله شما تکرار میکنین. درست است برادر؟ درست است. اشهدو اشهدو الله الله اله اله الا الله الا الله و اشهدو و اشهدو ان ان محمدن محمدا عبده عبده و رسوله. و رسوله. گواهی میدهم گواهی میدهم که هیچ خدایی هیچ خدایی جز الله نیست جز الله نیست و گواهی میدهم و گواهی میدهم که محمد صلی الله محمد صلی الله آخرین فرستاده الله هست. فرستاده الله است. ماشاءالله شما مسلمان هستین. از تشکر. الله سبحانه و تعالی میخواهم شما را زیادتر هدایت کند و بهترین ها را در این دنیا و آخرت برتان